سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به ویدیوی امروز ما خوش اومدید. تو این ویدیو من میخوام بهتون بگم که یوتیوبرهای کلافاز ایرانی ماهی چند تومن پول میگیرن از یوتیوب. نایس. دوستان برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید شما باید برید تو گوگلتون، مرحله به مرحله است، کلا 3 مرحله بیشتر نداره. مرحله اول وارد گوگل میشید و سوشال بلید رو سرچ میکنید. وقتی سرچ کردید گزینه اول که زده سوشال بلید رو میزنید. فقط یه نکته اینجا داره، وقتی زدید دیدید این صفحه باز شد، حتما برید وی پی ان تون رو خاموش کنید. الان من میرم وی پی ان رو خاموش میکنم. خب وقتی خاموش کردیم وارد همون قسمت میشیم، از اول میزنیم رون و وارد این قسمت میشیم. به هیچ چیز دست نمیزنیم، فقط ما با اینجا کار داریم. برای اینکه الان ما بخوایم درآمد یوتیوب یکی رو به دست بیاریم باید وارد یوتیوب بشیم. خودتون میشین. مثلا من میخوام برای امین اینفرنو رو به دست بیارم. اینجا که زده سلام به کانال من خوش اومدید، اینجا این پایین زده مور، روی این میزنید و اینجا که نمیشه مور اینفو نشه www.youtube.com. خب اینو اینجوری روش فشار میدید. حالا اگر خب میزنید رو اینو کپی لینک رو میزنید. وقتی زنید بازم میایید میرید وی پی انتون خاموش کنید. کلا این خیلی دشوار کارش. خب این مرحله 2 بود گفتم. حالا مرحله 3 چیه؟ مرحله 3 اون چیزی که کپی کردی لینک برای هر یوتیوبری رو اینجا پیست رو میزنید. بعدون ببینید الان اون اومد. بعدون وقتی دکمه سرچ رو بزنیم، خب بذار تایید کنه که ما ربات نیستیم. خب ببینید الان اومد. این همین اینفرنو چنلش. اصلا با این بالا کاری نداشته باشیم، بالای چیزای خاصی نره. خب اگر ما بخوایم بدونیم ماهی چقدر در میاره، میشه این گزینه اولی اینجا که چون که هست که فعالیت نداره یکم درآمدش اومده پایین. یعنی ماهی بین 44 تا 696 دلار در میاره. ببینید این تقریبیه، دقیق نیست. خب حالا میگید الان ما چطوری اینو به دست بیاریم پولشو؟ این میرسه مرحله 3. میریم بیرون، ماشین حساب میشید و میزنید. ما بالاترین قیمتش حساب میکنیم که زده بود 696 رو ضرب در دلار 93 تومن میکنیم. میشه 64728. این 60728 نیست، این 64,738,000 تومنه ماهی که حلالش هم باشه. خب حالا یوتیوبر بعدی به نظر من امید سیکس رو بزنیم ببینیم. خب طبق کاری که گفتم وی پی ان روشن شد، میریم تو هم سرچ های یوتیوب و امید سیکس رو سرچ میکنیم. بازم همون چیزی که توضیح دادم. الان اینجا نوشته نفر اول دنیای کال آف دیوتی. اینجا مو رو میزنیم، بازم میریم اینجا اینو کپی میزنیم، کپی لینک. بعد اون بازم میریم توی همون برنامه. اینجا میذاریم یه صفحه برگرده عقب. ببینیم ما ربات نیستیم، خیالش راحت شد. خب حالا ما امین اینفرنو رو دیدیم، میایم بیرون میزنیم بیرون. 3 سال بعد داداش بیا بیرون، نمیخوام. آها خب وقتی اومد بیرون بازم همون پیس رو میزنیم، وای میسیم تا بیاد. اومد. این هم برای امید سیکسه که از 116 دلار شروع میشه تا 1900 تا. خب اگر بخوایم الان 1,900 رو حساب کنیم، 1,900 دلار رو باید بیایم بازم تو همون ماشین حساب و بزنیم 1,900 ضرب در دلار چقدر بود؟ 93. میشه 176,700
تومن ماهی به دست میاره. حالا برسیم به یک یوتیوبری به نام مهسیار بنگ. خب بذار که مهسیار بنگ رو بزنم. خب مهسیار بنگ وقتی بالا اومد الان ویورم تو ذهنش. خب وقتی بالا اومد میایم اینجا میزنیم. بعد بازم گفتم اینجا رو کپی میکنیم، کپی لینک. بازم وی پی رو خاموش میکنیم. خب وارد برنامه میشیم. خب میزنیم یه صفحه به عقب. خب بذار بزرگ کنم. خب پاک کنم اینو. خب حالا برای مهسیار بنگ این پیج رو بازم میزنیم، میاد سرچ. الان میزنه 100K. اسم این چی میزنه؟ خب My God! Wow! خب هر ماه بین $2100 تا 34000 تا در میاره. حالا ما بگیم یکم دقیق نیست، یا اون 400 تا رو کاری نداریم. خب همون 34000 تا رو حساب کنیم. بازم وارد ماشین حساب میشیم. 34000 رو ضرب داره 93000 میکنیم. 34000 رو ضرب داره 93 میکنیم. میشه ماهی 3,162,000,000 در میاره.